دوستان عزیز، درسی را که قرار است امروز ما به خانش بگیریم یا مطالعه کنیم ترکیبی از ضمایر فاعلی با فعل بودن است که سطح ابتدایی انگلیسی است. اگر در انگلیسی جدید هستی ویدیو را تعقیب کو و از دست نده. خب ما همه ما آشناستیم با کلمات چون I, we, you, they, he, she, it. به اینا میگن ضمایر فاعلی یا subject pronoun به لسان انگلیسی که I به معنی من. ببین اگر خیلی سطح ابتدایی هستی ویدیو رو از دست نده. we به معنی ما، you به معنی شما. میتونه هم به یک نفر استفاده شود که مفرد و هم بیشتر از یک نفر. they به معنی آنها. هی به معنی او پسر یا به مذکر استفاده میشه و مرد. شی به معنی او خانم. ادم به اشیا و حیوانات ات استفاده میشه و به انسان ها هم در تصاویر و تلویزیون اینا ات استفاده میشه و در عقب خط تلفن. خب معمولا به اشیا میگن. به اشیا. حالا من کدام فعل بودنه؟ مثلا ما بدری میگیم که من هستم. من هستم. به انگلیسی با آی چی ترکیب میشه که معنی من هستم را میدهد؟ او است فعل ام. من هستم. حالا ما هستیم. وی به معنی ما هستیم میشه فعل آر. وی آر. ما هستیم. یو به معنی شما هستید. یو آر. شما هستید. دی به معنی آنها. دی آر. آنها هستند. خب شما میبینید که بین وی، یو و دی آر چی است؟ مشترک است که بین فعل بودن آر استفاده میشه. حالا میایم به هی میبینیم. او پسر است. he is. او دختر است. she is. it is. خب بین هی شید چی مشترک است؟ is مشترک است. در حالت حال. در کدام حالت؟ حالت حال. خب ما دیدیم که به I ام است میشه من هستم. we are. ما هستیم. you are. they are. he she it. به می شکل. حالا مثلا میگم I am a. یک. همیش I am a teacher. من یک استاد هستم. I am a teacher. من یک استاد هستم. به این خاطر که جمله ما تکمیل شد نقطه میگذاریم. we ما are هستیم. ما چی هستیم؟ we are. به این جمله میتونم بگویم we are student یک شاگرد میشه چون فایل ما we جمع از ما هستیم پس یک اسم میگذاریم students دانش آموزان. we are students. ما دانش آموزان هستیم. you خطاب به یک نفر هم میتونه باشه به چندین نفر هم میتونه باشه. you شما هستید. you are. شما هستید. you are a teacher. شما یک مدرس یا استاد هستید. you are a teacher. they are. they به معنی آنها are هستند. they are friend. خب دوست نامیده چون they آنها به چندین نفر به دو یا بیشتر از دو نفر اشارت است. they are friend با چی میگذاریم؟ اس. they are friends. آنها دوست ها هستند. they are friends. دوست ها هستند. he او پسر. he او پسر is است. او پسر است. he is intelligent. he is intelligent. پسر لایق است. he is intelligent. او لایق است. یا میتونیم بگوییم که او پسر یک carpenter نجار است. he is a carpenter. او یک نجار است. he is an engineer. او یک انجینیر است. she او دختر. she is تو دختر خانم است. چی؟ she is intelligent as well. اونم لایق است. به مساوات در نظر بگیریم اونم لایق است. she is intelligent. یا she is brave. و دختر شجاع است. she is brave. و دختر شجاع است. it is این است. خب میتونیم به اشیا و حیوانات به چیز استفاده کنیم. it is مثلا هدف من از it اینجا یک کتاب چه است. it is این است a good notebook. این یک
کتابچه خوبی است. It is a good notebook. ترکیب ضمایر فاعلی که برش در انگلیسی subject pronoun میگن I, we, you, they, he, she, it با to be verb. البته در زمان حال. درس بعدی ما شما در زمان گذشته خواهد بود. استفاده امی فعل to be که فعلا در زمان حال است که در زمان گذشتهش خواهد بود.